پاسخ کوتاه به پرسش کوتاه. آقای شفیع عیار چنین پرسش و یا به اصطلاح چالش و یا چالنجی را مطرح می سازم. کفر شفیع عیار را ثبوت میکنیم. حالا بیا کفر من چی میکنی؟ اسلام قرآن ثبوت کو. اسلام قرآن ثبوت کو. ما خو یک شخص است. نخست ما به آقا میگیم از زمانی که آفتاب قرآن به زندگی انسان تابیده تا امروز خفاشان بیشماری تلاش کردند تا این آفتاب خاموش کنند، اما نتانستند. اونا به گودال تاریخ سرنگون شدن، اما آفتاب قرآن همچنان تابنده و فروزان است و در قلمرو دلهای بیشتری و بیشتری نورافشانی میکنه. و از این جمله دشمنا تو ضعیفترین و ناتوانترینشان از نگاه عقل و منطق و علم و سواد و دانش هستی و این از گفته های کاملا آشکار است. دومی که این دین و این قرآن از عملات بسیار وحشیانه و نیرومند دشمناش از بین نرفته و همچنان زنده و پاینده و استوار باقی مانده. برو تاریخ بخوان تا بفهمی که اسلام و مسلمان ها در زمان تهاجم چنگیز چقدر ناتوان و ضعیف شده بودند، اما باز همون نواسه های چنگیز بودند که مسلمان شدند و به این دین و این قرآن خدمت کردند. و مثال دیگه کمونیسم که وحشیانه ترین و شیطانی ترین نظامی است که بشر تا حال دیده، با همه وحشیگری و خونخواری نتانستی قرآن از آسیای میانه و از دلهای مسلمانهای و کشورها از تاجیکستان گرفته تا ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و غیره محو کنم. و همچنان در یمن جنوبی و افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوی تحت تسلط کمونیسم قرار گرفتند. امپراتوری آتش و آهن شوروی به گودال تاریخ سرنگون شد و قرآن همچنان در دلهای پاک مسلمانان این کشورهایی که تحت تسلطش بودند، کشورهای اسلامی، میتابه. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این کلمه مفصل خوب گوش کو تا کدام وقت مفصل نخوانی. سومی که این سوال تو بسیار احمقانه و دلیل دیگه جهل و بیسوادیت است. قرآن کتابی است که اسلام یا مسلمانی را به حیث دین خدا برای بشر معرفی کرده و این دین کل پیامبران بود که اینجا جای تفصیلش نیست. این سوالت مثل ایسته که بگویی پدرم یا پدرم نام مرا شفی مانده، اما بیا شفی بودن پدرم ثابت کو. و یا بگویی که تخلص عیار برای خود از یک فرهنگ انتخاب کردیم، اما تو بیا عیار بودن همون فرهنگ ثابت کو. چهارم، حقانیت قرآن، فرهنگ و شعر و ادب هزار ساله فارسی و سعدی و حافظ و فردوسی و سنایی و بیدل و جامی و مولانا و صدها شاعری که سواد تو در مقایسه با سواد اونا قطره در برابر بحر است و تو خاک پای اونا هم شدن نمیتونی. اینا حقانیت قرآن را، اسلام قرآن ثابت کردن که اگه خواستی به اندازه از اشعارشان برات مثال میارم که تا یک هفته از خواندن و شنیدنش فارغ نشوی، به خصوص که تو در خواندن فارسی هم بسیار مشکل داری. و غیر از اونا صدها دانشمند غربی امثال پروفسور راجی جارودی فرانسوی، دکتر موریس بوکای فرانسوی، پروفسور جفری لانگ امریکایی که هنوز هم زنده است، اینا ثابت کردند که قرآن کلام الهی است. قرآن پر از اشارات علمی و ساینسی است و اینا را علم و دانششان به اندازه است که تو به اندازه گرد پایشان هم دانش و ارزش نداری. و بسیاری از اینا مسلمان شدن و ویدیوهایشان هم وجود داره، با سخنهای خودشان، با کلمات خودشان میتونی بشنوی. پنجم، میاییم به اصل چالنجت. بسیار خوب، به فرض محال ما قبول کردیم که قرآن به گفته تو اسلام نیست. خوب، مطابق این منطق تو همه احکام قرآن و دین اسلام که از جمله اونها نکاح مسلمانی هم است، اینا را یکیشم قبول نداری و اینا کلش باطل هستن و مزخرف هستن به گفته تو و اسلام نیستن. بنابراین عقیده تو نکاح پدر و مادرت که اسلامی و قرآنی بوده و او را هم یک ملا عقد کرده و پدر و مادرت هم مسلمان بودن که از همین سبب تو را محمد شفیع نام ماندن که محمد نام مبارک محمد رسول الله است و شفیع هم یکی از اوصافش است. بنابراین نکاح پدر و مادرت بنابر عقیده خودت مزخرف و باطل و نادرست است، چون اسلامی است و اساسش از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته شده. این نکاح قرآنی و شرعی که در دنیای اسلام رواج داره و 2 میلیارد مسلمان نکاح خود را به او بسته میکنن و بسته کردن، ازدواج مشروع را از زنا جدا میکنه
و دارای مراسم خواستگاری و مهر و شاهد و خطبه و اعلان نکاح است. این نکاح سنت ابوالانبیاء ابراهیم علیه السلام و همه پیامبران الهی بوده و در زمان جاهلیت هم اعراب به خاطر حفظ نسب خود به می قسم نکاح روی می آوردند. البته در بین اونا نکاح‌های دیگه که به نام نکاح المقت و الشغار و المتعه و البدل و غیره یاد میشه وجود داشت، ولی اسلام اونا را ابطال کرد، بر اونا مهر بطلان زد و تنها همین قسم نکاح را که دارای مراسم خواستگاری و مهر و شاهد و خطبه و اعلان نکاح و چیزاست، امیر مورد تایید قرار داد. اما این را تو تایید نمی‌کنی به سبب از اینکه در قرآن و سنت است و اسلام قرآن و سنت هر دوش هم در نزد تو ثابت نیست. پس تو که گویا اسلام نبودن قرآن ثابت ساختی، حلال زاده بودن خودت از کجا ثابت می‌سازی؟ مگر نکاح پدر و مادرت اسلامی و قرآنی نبود؟ پس از دیدگاه تو نکاح پدر و مادرت نادرست است، چون تو اسلام نبودن قرآن ثابت می‌سازی. پس اسلام نبودن نکاح قرآنی را هم ثابت می‌سازی و بنابراین استدلال خودت تو توسط یک نکاح به دنیا آمدی که او اساس شرعی و درست و صحیح نداره، بنابراین نسب تو زیر سوال میرم. از دیدگاه ما مسلمان ها که به قرآن ایمان داریم، نکاح 2 میلیارد مسلمان که به اساس احکام قرآن و شریعت محمدی صورت گرفته، نکاح صحیح و فرزندانشان حلال زاده هستند. اما از دیدگاه تو این نکاح گرفته شده از قرآن صحیح نیست، چون به اسلام بودن قرآن به تعبیر خودت ایمان نداری. پس به صحت نکاح اسلامی پدر و مادرت هم شک داری و به این عقیده هستی که پدر و مادرت به اساس یک وصلت ناروا تو را به وجود آوردند، چون یک وصلت قرآنی است و به حساب میشی یک فرزند نامشروع. این عقیده ما نیست، عقیده خودت است و مبارکت باشه. و همین اشکال در مورد نکاح خودت هم وارد است، چون نکاح تو نه به اساس شریعت اسلام و نه عیسویت و نه یهودیت است. به سبب از این که تو حضرات ابراهیم و لوط علیهم السلام که انبیای 3 دین هستند تحقیر و توهین میکنی و حتی به ناموسای اونها تعرض میکنی. پس نکاحشان هم قبول نداری، شریعتشان هم قبول نداری. بنابراین نکاح تو به اساس شریعت‌های 3 دین آسمانی انعقاد نیافته. میمانه نکاح حضرات مارکس و لنین و مائو که تو به اونا عقیده داریم که خطبهش از کپیتال و مانیفست خوانده میشه. شاید نکاح تو از همین نوع نکاح و به اساس دینی باشه که میگه زن اشتراکی است. و از سوی دیگه تو که در ویدیوهای مردم و مخصوصا جوانها را به فحشا دعوت میکنی و میگی از زندگی لذت ببر و پشت آخرت ماخرت نگرد و به جستجوی همین لذت هم به تاجیکستان رفته و به زنا پرزپرانی میکنی و واضح است که تو خیلی شخص مترقی هم هستی ماشاءالله و حتما چیزی را که خودت انجام میتی به شریک زندگیت هم روادار هستی. پس آیا همو تهمت‌های بی‌غیرتی و بی‌ناموسی که به حضرات ابراهیم و لوط علیهم السلام نسبت میتی و با گستاخی و لچکی نسبت میتی به خودت بر نمیگرده؟ ملائک آمده بود یا شاید هم آدمای چالاک که میرفته هر جای کسایی که اولاد نداشت بیا که من با قدرت خدا زنت حامله میکنم، حالا دعا بخوان شما برین که تا گوسفندکایتان بیرون، ما کار خودم میکنیم. بازو زن اگر مشکل از شوهرش می بود که ابراهیم احتمالاً همیش مشکل داشته، ابراهیم هیچ صاحب اولاد نمیشد، از آجر هم نشده بود، اما بعدا اسماعیل باز احتمال داره که همی آدم های چالاک یک رقم که تا آجر هم در یک جای سرخورده باشن. خلاصه همی آدم ها میگه رای نزن، زن ابراهیم هم میگه سارا جان تو رای نزن، خدا ما را رایی کردم، ما تو رئیسه که عامله نکدیم، بیا از یخن ما بگی ای زنک عامله میشه و ابراهیم هم خوش که خدا برای ما اولاد داد. و این در خاندان نبوت از ابراهیم تا عیسی تکرار شده میره، از زکریا تا مریم تا هر کدام که اینا را خداوند عامله میکنه. اما اصطلاح مردم ماست که میگن همه را از عینک خود میبینم و شاعرم میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. تجربه زندگی خود به ابراهیم بتشکن نسبت میتی. شاید در زندگی خودت همی پیش شده باشه که میمانایی از امو چالاکایی که خودت میگی آمده و دیده باشن که تو اولاد ذکور نداری، گفته باشن شفی بچش رای نزن ایسی کو اگه نقطه.
این پر واضح است که توی قصه ها را از کتاب های آسمانی گرفتی، به خاطر از اینکه از 4-5 هزار سال به این طرف تاریخ ثبت شده وجود نداره که تو از او تاریخ های گپا را بگیری. در کتاب های آسمانی این هم مذکور است که همین فرشته هایی که آمده بودند به حضرت ابراهیم علیه السلام مژده اولاد دادن، نگفتن که ما زن تا حامله میسازیم. این هم یک تهمت شیطانی توست. اینا مژده اولاد دادن، اینا فرشته بودن. به سبب از این که این قصه که مذکور است در کتاب های آسمانی، این هم مذکور است که این فرشته ها بعداً عذاب الهی را به سر قوم لوط نازل کردند. پس معلوم است که اینا فرشته بودن و فرشته نفس نداره، غرایز جنسی نداره. اما مهمانایی که نزد تو میاین یقینا از گونه خودت هستند و از زندگی لذت میبرند و او هم لذت بسیار زیاد. ولو در خانه استاد و دوست و رفیقشان کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز. مهمانای انبیای پاک الهی فرشته های پاک می باشند و مهمانای اشخاص ناپاک لچک و لاابالی و چشمچران و پرزپران و معتقد به لذت بی پایان از جنس خودشان. ای دروغ و کذب و ای دروغ و شر و تهمت دین تو، بر تو برمیگردد این نفرین تو.